مقامات روسیه دوران پیروف پدر سیاوش دورانزاده یکی از 3 تاجیک متهم به بمبگذاری در شهر مسکو را به تاجیکستان اخراج کرده است. پیروف 50 ساله روز 18 سپتامبر از محل زیستش در شهر وحدت گفت که او و پسرش قربانی عملیات نیروهای روسیه شدند و برای اثبات بیگناهی خود تا حد توان تلاش خواهند کرد. این شهروند تاجیکستان 1 ماه قبل در شب بازداشت پسرش از طرف ماموران خدمات مهاجرت روسیه دستگیر و بعداً با حکم دادگاه به کشور فرستاده شد. او به نقض قاعده‌های بود و باش ایبدار است و حداقل تا 5 سال دیگر حق سفر به روسیه را ندارد. در حالی که مقامات تاجیک درباره آمدن دوران پیروف خبر ندادند، خود او گفت که برابر ورود به خاک کشور مورد بازپرسی ماموران پلیس قرار گرفت. او گفت مقامات اساساً درباره پسرش سیاوش دورانزاده پرسیدند که فعلا در روسیه به عنوان یک جنگی داعش و متهم به بمبگذاری معرفی می شود. دوران پیروف آخرین نفر از نزدیکان سیاوش است که همگی چند ساعت قبل از بازداشت او را دیده است. او گفت تمام حادثه در یک میجه زدن صورت گرفت و تا حال به اصل قضیه سرفهم نرفته است. دوران پیروف میگوید دوام 1 ماه زندانی بودن پسرش از حال او خبر ندارد، چون خودش نیز در آزادی نبود و مقامات از بازداشتگاه تا در هواپیما دنباله‌گیری‌اش کردند. این همصحبت ما از آخرین روزهای در آزادی بودن پسرش یاد آورده گفت در رفتار و گفتار او یگان تغییرات نمیدید. اینچنین دوران پیروف گفت که دولتدار حاجیف و سلیمان برهانوف 2 بازداشت شده دیگر را نمیشناسد و یگان بار همراه پسرش آنها را ندیده بود. دوران پیروف روز 13 سپتامبر از طریق خط سیر مسکو خوجند به تاجیکستان فرستاده شده است. او گفت فهمیدم که یگان izmenjeni nabodi akamu yamu yaknimu amu مسکو رفت اکنون بدون و چه خیلی آدم موقعی ما را هم فیزبشنیکو از صورت نشون دادن در امروسیا هم دکتر نشون دادن ما گفتم نمیشناسم یه یک صورت بچه‌ام برو من گفتم بچه ما پرسیدم که با یگان نامکلی کرده خندید گفت نه. سیاوش دورانزاده دولتدار حاجیف و سلیمان برهانوف روز 14 آگوست از سوی خدمات فدرال امنیت روسیه یا FSB بازداشت شدند. خانواده های این 3 نفر که با جرم تروریسم بازداشت شدند اتهام را مرموز و دور از باور ارزیابی کرده بودند. مقامات امنیتی روسیه آنها را جنگجویان داعش نامیده دادگاه ناحیه لفورتوو شهر مسکو در پشت درهای بسته حکم حبسشان را به مهلت 2 ماه صادر کرد. دادگاه لفورتوو روز 14 آگوست امسال گفت 3 شهروند تاجیکستان سیاوش دورانزاده، دولتدار حاجیف و سلیمان برهانوف باید تا 11